سالهای 90 نهضتی ها جلادخانه تشکیل کرده بودند که فقط ملت تاجیک را به قتل میرساندند. یک زندانی تشکیل کرده بودند که با نام جلادخانه نهضتی معلوم و مشهور بود. در همون روزا چقدر گناه و عذاب بود اونا فقط شاهدای همون حال میدونند. یک نفره که در سالهای 92 از همین جلادخانه نهضتی فرار کرده است، ببینید چی نظر دارد و چگونه اون حوادث را، اون حالت جلادخانه را به شما انعکاس میکنند. میگه من همین شب فرمای ترکمنستان گرفتم. خیلی خیلی که خدا یگان مسلمان نشونت کودکا پیران سالا همه کس خونی ریش کردن، عذاب دادن، شریک کردن. خیلی ایامو بین 34 35 من یک از زنده ماندم گرفتم. من یک از گرفتم. خیلی جسمانی خیلی تو بودن پری برای عذاب دادن. خیلی پایین عیب نشان دادن. شما ببینید این دموکرات اون شخصانی هستند که در تلویزیون، یعنی شادمان یوسف و قاضی کلان رئیس حزب نهضت اسلامی میگویند که ما دولتی برابر حقوق، دولتی که برای همه انسان ها، برای همه انسان برابر می‌خواهیم. اندیگون در بدن این آدم که آن نشانه های خود را گذاشتند. ما پرسیدم که جراحی چیه؟ مادام که من دستم نبرومد اپراتش کردن. امیره بود دیم بودا بروردن. 45 نفری که با شما بودن اونها کجا شده؟ اورا بخش امو شاو حکم فران داشتن.